ассалому алайкум бинандагони гиромии барномаи футболи осиё бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаамон шурӯъ мекунем. Инак дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон қуръакашии бозиҳои ҷоми ҷаҳон оид ба футзал баргузор гардид ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба гурӯҳи И якҷоя бо дастаҳои мунтахаби Португалия, Панама ва Марокаш ба ҳам омаданд ва ин мусобиқа моҳи сентябр шурӯъ мешавад ва аз ҳамин хотир барномаи имрӯзаро ба ин мавзӯъ мебахшем. Пеш аз ҳама сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Пайрав Воҳидов дар барномаи мо ҳузур доранд. Хушомадед ба барномаи мо ва фикр мекунам ки чун бори аввал аст, ин як фазои дигар аст, як таъссуроти дигар аст, як ташвишҳои хеле зиёд ҳам ҳаст. Шумо дар ин қуръакашӣ иштирок кардед ва мехостам таъссуроти худро бигӯед. Салому дуруд ба тамошобинони телевизиони варзиш. Таъссурот хеле хуб буд, як чорабинӣ хеле хуб гузашт. Ҳама мураббиён ва менеҷерҳои дастаҳо буданд, намояндаҳои дастаҳои ҳама 24 дастаҳои беҳтарини ҷаҳон иштирок кардем ва як барномаи хеле хубу рангин кардаги буданд намояндагони Ӯзбекистон. Ташаккури зиёд. Ман фикр мекунам ки шумо чун аввал ташаккур мегӯем ки ба вақти ками худ нигоҳ накарда шумо навак аз Ӯзбекистон омадед ва ба барномаи мо омадед. Ин гурӯҳе ки бо мо бозӣ мекунад, ин дастаҳое ки бо мо бозӣ мекунанд, ин дастаҳоро чӣ гуна шумо қабул кардед? Яке қаҳрамони ҷаҳони соли 2021 аст ки инҷо бо мо Португалия бозӣ мекунад. Қаҳрамони ҷаҳон 2021, қаҳрамони Аврупо соли 2022. Бале. Марокаш қаҳрамони Африка 2024, Панама қаҳрамони Америкаи Шимолӣ ва Марказӣ. Бале. Ҳама қаҳрамонҳо дар гурӯҳи мо ҳастанд. Пас бо инҳо бозӣ кардан душвор нест? Дар ҷоми ҷаҳон ба фикрам ҳама бозӣ бояд душвор бошад. خب قدرتناکی این دسته ها رو الکی شما بخود دارید که او چمپیون هستند، اما دسته تاجیکستان هم عادی نیست. باری اول با جام جهان برآمدیم و از بازی‌هایی که داشتیم یگان باخت نداشتیم، تنها در پنالتی ها ما باختیم. جام اسیو خیلی خوب برآمد کردیم و کوشش میکنیم که یک آمادگی خوب گیریم و در جام جهان با دسته پرقوت هم باید خوب بازی کنیم. وقتی که با دسته پرقوت بازی میکنین با فکرم بهتر است، خوبتر است. اینجا شما از گروه مثلا دسته ها هستن 3 تایی میبرن از 4 گروه و 2 تای دیگر از گروه های باقی مونده 2 تایی. چگونه امکانیتی به در دیگر رفتن دسته منتخب تاجیکستان رو میبینید؟ 4 دسته بهترینی که جای سوم رو میگیرد و مرحله دیگر میبروند. حتما باید یک بازی رو غلبه کنیم و برای برآمدن از گروه و یک بازی رو مساوی باید کنیم. چی نقشه ها پیدا شدن وقتی که این شما دیدید که دسته‌های پرزور با ما هستن؟ ما باید در دوره آمادگی با دسته‌های پرزور بازی کنیم. با اسپانیا، با ایران، با قزاقستان ما گفتگو کردگی هستیم و با این دسته‌ها بازی میکنیم. پیش از مرحله آمادگی یک مرحله آمادگی مهم است. در آخرین مرحله با دسته‌های اسپانیا در دوشنبه بازی میکنیم. خوب طوری گفتید، درست گفتید، اما من بیاد اینجا بگم با تماشاگران عزیز خود که دوستان گرامی در جام جهان 24 دسته بهترین سیاره بازی میکند و در 8 گروه 4 دستگی تقسیم شدند. پیش از همه الکی شما فهمید که دسته منتخب تاجیکستان در گروه کدام گروه بازی میکند و بیاد یک بار با گروه‌های دیگر هم توجه میکنیم. گروه A در این گروه ازبکستان، نیدرلندیا، پاراگوای، کوستاریکا هستند. در گروه B اول طوری که می‌بینیم برزیلیا، کوبا، خرواتیا، تایلند. در گروه S آرژانتین، اوکراین، افغانستان، انگولا، اسپانیا، قزاقستان، زلاندیای نو و لیبیا. در گروه D در گروه F ایران، ونزوئلا، گواتمالا و همچنین فرانسه هستند. فرانسه مثل تاجیکستان باری اول در این بازی‌ها اشتراک می‌کند، همچنین افغانستان هم از این گروه بیرون نیست. این دسته هم از همین باری اول در تاریخ خود در جام جهان بازی می‌کند. به نظر شما این گروه‌هایی که حالا این پیش‌روی ما هست، به نظر شما کدام گروه‌ها سال آسان‌تر بودن اگر به تاجیکستان موفق می‌شد که به کدام گروه می‌افتید؟ یعنی همه گروه‌ها میگوید برابر هستند یا که نه؟ نه، همه گروه‌ها پرقوت هستند. سال در از سبد یکم 4 دسته بهترین ما نمی‌تونستیم با ایران و با از سبد دوم با تایلند در یک گروه باشیم. یا پرتغال یا اسپانیا یا برزیل یا آرژانتین. همشون پرقوتن. با هر نوع شما میگید که اینجا که با پرتغال افتیدیم، این یعنی خوبتر از اون که با برزیل می افتیدیم؟
برزیل هم پرخوات است. پرتغال فرق ندارد با کی بازی میکنیم. اینجا جام جهانی است. فکر کنم جام جهانی است باید فرقیت هم داشته باید آمادگی خوب گیریم و میدان بارویم بازی کنیم. اصلا من عجیبش دوستان گرامی در اون است که در جام جهانی سال 2024 که در ازبکستان میگذرد اصلا در 3 شهر در شهرهای بخارا، تاشکند و همچنین اندیجان و این شما البته اونجا باید به نظرم یک بار جایی که بازی‌ها برگزار میشن شما هم در اونجا فرصت بود که روید بینید. ما در روز دوم دیروز همون تالارهایی که با تمرین میکنیم و بازی میکنیم در اونجا بودیم. چه در افتید؟ بهترین تالار است تالار خوما آرینا شهر تاشکند. در اونجا 2 بازی دسته منتخب تاجیکستان میگذرد با مراکش و پرتغال. بازی سوم شما بازی سوم با دسته پاناما در شهر بخارا. خب من فکر میکنم که در بخارا باز مخلصان ما بیشتر بشن چون که برای دسته منتخب تاجیکستان من فکر میکنم که اونجا خیلی زیاد میبینن و ما شاید مسئله با دور بازی‌های من بعد برآمده رو در بازی با پاناما حل کنیم یا کی چی میگید؟ با فکرم در این بازی حل نشه. برای چی؟ برای اینکه هر وقتی که دسته منتخب تاجیکستان خواه اساسی باشد و فوتبال بزرگ کلام باشد و یا فوتزال ما مسئله ها رو برای به دور دیگر برآمدن در دور اخیر میگذاریم. چرا این طور است؟ در جام آسیا هم همین بود با دسته ژاپنیا حل کننده بود. بله. یا میتونستیم از جای اول برایم یا میتونستیم جای سوم رو گیریم. خب نوکر ما به شما گفتم درباره این گروه ها ببینید بار اول 4 دسته آسیای مرکزی که از آنها افغانستان، تاجیکستان، ایران 3 دولتی که با زبان تاجیکی فارسی حرف میزدند این است و اینجا حالا این موقعیت این دسته ها رو میبینیم از جمله همسایه کشورمان ازبکستان رو از گروه ا کی رو فکر میکنید که به دور دیگر میبرید؟ ازبکستان و پاراگوای و نیدرلند هم دسته خوب هستند. ازبکستان با فکرم از جای اول میبرد. برای جای دوم پاراگوای، نیدرلند، کوستاریکا هم دسته خوب است. هیچی گفتن نمیشود. روزی برای کی؟ یعنی از گروه از 3 دسته در روی بازی بین بعد میرود؟ گفتن نمیتونم. تخمین کردن نمیتونم. خب میگذاریم با گروه B. حالا من اینجا خواهش میکنم که گروه B رو هم با ما نشون دادم. در گروه B نسبتاً با گروهی که حالا اینجا هست برزیل این یگانه دسته که دوستان گرامی اصلا بیشتر با گرفتن جام جهان نویل شده است این برزیل است و بعداً اسپانیا که 2 مرتبه جام جهان رو به دست آورده است در این مورد بهتر میگیم اینجا شانسی اصلا بهتر کی است ما یک دسته داریم از تایلند که اون هم از آسیا بود و محض پیش روی ما رو برای مدال به دست آوردن تایلند گرفته بود. برزیل خرواتیا. برزیل خرواتیا. خب بگذاریم به گروه اس. گروه اس در این گروه دسته‌های منتخب آرژانتین، اوکراین، افغانستان و انگولا. امکانات افغانستان رو چگونه می‌بینید؟ با فکرم در این گروه همه امکانات برابرند. ممکن کمتر برتری دسته آرژانتین داشته باشد لیکن اوکراین و افغانستان و انگولا هم خیلی دسته خوب است. خب در این گروه آرژانتین تنها یک عنوان چمپیونی دارد. اوکراین یک مرتبه تو دور 8 فینال برآمده است. افغانستان باری اول است و انگولا اونقدر شاید افغانستان هم امکانات دارد که از جای سوم به دور دیگر بزند. انگولا در قطعه آفریقا در فینال با مراکش بایدگی است. جای دوم خیلی دسته خوب است. خوب است. یعنی شما میگید که از افغانستان بالاتر نیستد؟ نه افغانستان دسته بسیار خوب است و ما می‌خواستیم که افغانستان بالاتر باشد. بله این بله از اون خاطر که در منطقه آسیای مرکزی هست. خب دوستان گرامی گروه د رو هم یک از نظر میگذاریم. در گروه د اسپانیا، قزاقستان، زلاند نو و لیویا هستند. خب اسپانیا گفتیم 2 کرات چمپیون جهان است، 5 کرات اگر خطا نکنم چمپیون اروپا است. قزاقستان هم فوتبالش خیلی بالا رفته است و سال 2021 در جام جهان زینه 4 رو اشغال کرده بود. با ضربه‌های پنالتی باید بازی برای جای سوم رو با لیویا ما بازی کرده هستیم و در باره زلاند نو معلوماتی نداریم. خب لیویا بازی کردیم گفتید در جام عرب و جام ملت‌های عرب خوب بازی می‌کردن. نتیجهش یاد ندارم خوب اینجا 2-1 ما باختیم لیکن با فکرم وزیر سرمربیش عوض شده هستن 1 سال پیش بود. گروه ای با گفتیم در گروه اف بیاید با یک دسته دیگری که حتما ما اینجا با این دسته با ایران کی افتخار نمی‌کند. البته ایران دسته هست که در آسیا از همه قدرتمندتر است هرچند حالا تایلند از ایران هم خیلی پیش گذشته است.
венесуэла, гватемала ва фаронса. фаронса бори аввал бозӣ мекард, аз ин ҷо ҳам чемпиони ҷаҳон нест, вале хуб эрон агар дар ҷои якум бошад, фикр мекунам ки ин дигарош кадом даста дар ҷои фаронса ба фикрам дар ҷои дуюм мешавад. фаронса бори аввал ба ҷоми ҷаҳон бисёр дастаи хуб аст, вале бозиҳо нишон медиҳанд бисёр дастаи қавӣ аст фаронса. خب دوستان گرامی این بود گروه‌هایی که در جام جهان با هم بازی میکنند و اکنون میریم از پای دسته منتخب تاجیکستان. دسته منتخب تاجیکستان چه نقشه ها دارد تا اونکه به جام جهان رود؟ در 4 مرحله باید آمادگی رو آغاز کنیم. مرحله یکم بعد ماه ایون، بعد ماه ایول، آگوست و مرحله آخر ماه سپتامبر. خب این چگونه مرحله ها هستند؟ از چه عبارت هستند؟ جمع میگذارونیم و بازی میگذارونیم، بازی سنجشی. ماه سپتامبر با دسته اسپانیا در دوشنبه. ماه آگوست با دسته قزاقستان در قزاقستان بازی میکنیم. در ماه ایول بود آخر ایول بین دسته های منتخب جام کافا گذارد، در اونجا باید اشتراک کنیم. و عذر یک در ماه ایول ما حریف گفته ایستادیم. حریف خوب باید باشد. حریف خوب. خب فکر میکنم که اینجا ایران ازبکستان بوده میتوانند. ایران با فکرم در تایلند یک مسابقه در اونجا اشتراک میکنند، نمیتوانند. ما با ایران در کافا بازی میکنیم. در کافا بازی میکنید. در کافا بازی میکنیم. خب پس وقتی که اسپانیا میبیاد این حریف همه اون گفتم ممکن است که کمبودیایی که ما داریم در اونجا با یافته میتونیم. کمبودی رو میتونیم در بازی کافا، در بازی قزاقستان، در هر بازی کمبودی رو میتوانیم یابیم، کمبودی خود رو. در نظر شما نقشه یعنی نقشه تیاری علاقه پوبرجاست و فدراسیون فوتبال تاجیکستان اون رو دستگیری کرده همین طور؟ همین است. برای باز هم بهتر شدن بازی بغیر از اونکه شما اینجا بازی‌های تجربی دوستانه می‌گذرونید، از نظر گذراندن فوتبال بازی نوعی که شاید در تاجیکستان هستند، اینها رو چگونه می‌بینید؟ من می‌دونم که چمپیونات تاجیکستان به انجام رسیده است و در تاجیکستان هم تو اگر نگاه کنیم دسته‌های قوی کسبی در فوتبال نیستند، تنها می‌تونیم دو دسته رو هم استقلال و هم سورو رو نامبر کرد و دیگر دسته‌هایی که می‌بینیم فوتبال بازی رو جمع می‌کنند و میدان می‌آیند. انتخاب بازیگر در انتخاب بازیگر خیلی محدود هستیم. همین دو دسته‌ای که در سال گذشته یک روندی کسبی تمرین‌ها رو داشتن، همین استقلال سورو بود. بله. و در انتخاب بازیگر بسیار محدودیت است. محدودیت است. ما درباره اون میدونیم که در تاجیکستان علاقه چمپیونات تاجیکستان به انجام رسید، سوپر جام تاجیکستان اوید به فوتبال به انجام رسید. در نظر نیست که مثلا گذراندن مسابقه بر وقت‌تر باشد یا کمی نزدیکتر به جام جهان که شما بازیگران دیگر رو هم از نظر گذرونید. از روی که کمیته فوتبال گذشته بود ماه اپریل بود سوپر جام 15 آگوست جام سال 2024 چمپیون با ماه آگوست باید گذارد و فکرم اگر چمپیون رو بعد از جام جهان گذاریم بهتر می شود. بعد شما چگونه میتونید که مثلا بازیگرانی که میتونید در هیچ دسته رو پرقوت کنید ببینید اینها در کجا هنرنمایی کنند که باید با مجروی دید شما یا خود توجه شما قرار بگیرند؟ ما همگی 20-25 نفر بازیگر داریم. ما گمان هستیم در سال اخیر یگان بازیگری نو پیدا شده است. اما بازی سنجشی برای این است که ما این بازیگر رو در یک بازی سنجشی با دسته پرقوت باید بینیم. یک نفر بازیگر است که از فدراسیون روسیه هستند، اونها رو دعوت میکنیم و میبینیم در بازی ها. نمیتونیم ما در چمپیونات دو دسته از دسته استقلال و سورو که بازیشون بسیار تیز طول میگذارد. مثلا اگر سورو یا استقلال با دسته سمندر بازی و دسته پایتخت بازی کنه یا دسته دیگر چه انتخاب بازیگر میکنیم وقتی که صورت بازی سست است؟ فرقت بازی سنجشی از چمپیونات داخلی بسیار کلان است. بهتر است که بازیگر رو در اون بازی سنجشی سنجیم، از اونجا انتخاب کنیم. خب نام شما گفتید که از روسیه هستن بازیگرانی که میبینند در مثلا حدید دسته منتخب تاجیکستان شما اونها رو میسنجید. این گونه بازیگران عموما بسیار هستند یا که اینجا هم باز کمتر؟ نه کمتر است، از دو نفر همگی ما دو نفر بازیگر افتادگی ما رو سنجیدنی هستیم. پس بعد اون که بعد پیروزی هنرنمایی زیبایی که اینجا داشتید توجه به فوتبال بیشتر شد به نظر شما. این در حقیقت چنین هست یا که نه؟ دسته وقتی که با چمپیون جهان راه یافت
خود نخود توجه زیادتر می شود و با فوتبال توجه زیادتر می شود و باید باشد توجه زیادتر. درباره اون که در دوشنبه شما چند بازی رفیقانه گزیدنی هستید تجربوی دوستانه این گونه نقشه ندارید که بیرون از تاجیکستان هم روید با دسته‌های دیگر بازی کنید؟ بیرون از تاجیکستان با دسته‌های قزاقستان باید بازی کنیم. کاف هم با فکرم این سال در اندیجان میگذارد. بیرون از تاجیکستان است. در ازبکستان. در ازبکستان. با قزاقستان هم بازی کردن بسیار هم یک حریفی هست که بسیار باب هست برای سنجیدنی فوتبال بازان. قزاقستان، ایران، اسپانیا دسته‌های پرقوت هستند. دسته‌های خیلی خوب هستند. خیلی خوب است. من می‌بینم که اینجا درباره اون که مثلا دیگر حالت تو اون موردی که بازی‌های مثلا دوستانه می‌گذارند فوتبال بازان همیشه با شما در تمرین‌ها هستند همینطور. تمرین‌ها رو در کجا می‌گذرونید؟ تمرین‌ها رو آغاز نکردیم با فکر ماهی تمرین‌ها رو آغاز می‌کنیم در شهر دوشنبه. بعد آمادگی با بازی کاف می‌شود. ممکن در ازبکستان تمرین گذرانیم. ولی مشخص نیست که همون سنه‌های گذراندن کاف ولی مشخص نیست. آخر ایول است لیکن ولی معلوم نیست کدام است. خب ما فکر میکنیم که در این نقشه چون نقشه هست از اون نقشه تعریضی بشه برمیگردیم با بازی جام جهان که اینجا هست و ما یک مرتبه با شما صحبت انجام داده بودیم گفتیم که کدام دسته ها میخواید شما با کدام دسته ها بازی کنید اون وقت شما گفتید که با دسته های آمریکای جنوبی امروز طوری میبینیم در گروه شما آمریکای جنوبی نیست شاید در بازی های آمریکای شمالی هست کانمبال اینجا دسته پاناما هست با اونها بازی میکنید عموما فرق امروز در امروز سطح فوتبال قهروی با هم برابر است که نه؟ نه با فکرم دسته‌های اروپا و دسته‌های آمریکای جنوبی پرقوت‌ترند. نظر به دسته‌های آسیا. خب طبعا دوستان گرامی ببینیم چون گفتیم دسته منتخب پرتغال این اولین دسته که ما با این دسته خوب می‌آزماییم من با بعضی روی خط نگاه کردم که اینجا این دسته چگونه بازی کرده است بازی‌های سال 2021 در جام جهان با چی خاطر من این گپ رو میگم با اون خاطر که با دسته آسیا این دسته واخوری انجام داده بود دسته منتخب تایلند که در مدار بازی‌های جام آسیا 2024 با دسته منتخب تاجیکستان بازی کرد و ما با نتیجه مساوی آن رو برابر کردیم و در ضربه‌های پنالتی از آن باختیم با پرتغال یک واخوری داشت و این واخوری با حساب 4-1 با پیروزی دسته منتخب پرتغال انجام یافت و بعدا با دوستان گرامی پرتغال در همین گروه با جزیره های سلامون بازی کرد 7-0 با مراکش هم پرتغال بازی داشت یعنی ببینید که دو جام جهان پای در پای مراکش با پرتغال در یک گروه میافتند و بازی اونها هم عجیب انجام یافت 3-3 بله پرتغال همچنین دوستان گرامی کشوری سربیا رو با حساب 4-3 مغلوب کرد اینچنین با اسپانیا هم بازی داشت با حساب 4-2 یعنی برای شما یک دستور بسیار خواهد شد در مقابل دسته اسپانیا در تاجیکستان بازی کردن بازی اسپانیا بسیار اسپانیا و پرتغال بسیار مانند هستند بازیش برای من فکرم بسیار خوب میشد با اسپانیا بازی کنیم برای که بعد بازی اسپانیا ما با مراکش بازی داریم مراکش هم بسیار دسته خوب است باید با حریفای سخت بازی کنیم پرتغال با دسته قزاقستان هم بازی داشت در همون جام جهان و بازی اونها هم مساوی 2-2 به پایان رسید خوب در ضربه پنالتی اون وقت پرتغالی ها با کامیابی موفق شدند 4-3 و یک بازی دیگری اونها با آرژانتین بود یعنی آرژانتین هم یک بار جام جهان رو گرفته است یعنی با پرتغال برابر بازی کردن بسیار به روی دسته ما دشوارتر است اما با پاناما دوستان گرامی یک رکورد دیگر هم در همین واخوری های دسته منتخب پرتغال دقتی برای جلب کرد در بازی از همه پرگلشون اونها سال 2006 بر دسته تیمور شرقی با حساب 56-0 غلبه دست آوردن ولی شکستشون هم خیلی بزرگ است از دسته منتخب برزیلیا این سال 2000 بود 8-0 پرتغال شکست خورده است خوب درباره پاناما چی پاناما هم دوستان گرامی 4 مرتبه در جام جهان شرکت کرده است و پاناما اولین واخوریش رو از با کوستاریکا با حساب 12-4 با باخت شروع کرد ولی توانسته است که یک دسته بیزنوم دسته رو با حساب 15-0 پیروزی به دست آورد اما نتیجه از همه بهترش این سال روان است
در آنجا به عنوان چمپیونی رسید. درباره بازی‌های این دسته هم ما معلومات داریم. پاناما با جمهوری چک با حساب در چمپیونات جهانی که پیشتر بازی کرد 5-1 مغلوب شده است. یک بازی دیگر با ویتنام با دسته‌های منتخب آسیایی هم واخوری انجام داده است و ویتنام با حساب 3-2 با پیروزی نویل شده است. با برزیلیا 5-1 پاناما شکست خورده است. یعنی ببینید که باز دسته ویتنام که از آسیا هست اینجا به کامیابی موفق شده است و دسته منتخب تاجیکستان میتواند که در همین بازی یک بار دیگر آسیا رو نشان دهد و بر پاناما غلبه کند. در هر بازی غلبه کردن ممکن است. درست. در هر بازی غلبه کردن ممکن است. اگر به شرطی که بازیگران همون چیزی که هدف و مقصد که است همون رو اجرا کرده توانند. ما مثال وزیر همون وقتی که بعدی جام آسیا آمارها رو برداشتیم ما در همه بازی‌ها از جهت اداره توپ از جهت شماره پاس‌های عمیق به همه دست‌ها بوی دادگی هستیم. هم با کره جنوبی نه ضربه نه مسئله ضربه ها ما سیم دسته هستیم در آسیا. ما اصلا بسیار ضربه زدگی هستیم. ما اصلا بسیار پیریخوات چونش توپ ربویی میشود. اصلا بسیار کنتراتاک. بله. عکس الهجوم همه بسیار از ما بود. همه آمارها نشون میدهند که از جهت اداره توپ و پاس ما اصلا دسته ضعیف هم گویا میشه خطا نمیکنیم. لیکن در فوتبال وزیره اداره توپ پاسی بسیار نقش اساسی نیست. پاسی کم ضربه بسیارتر این سرعت بازی رو بیافزاید نیست. یعنی به شما گفتنی هست که در همین ساحه باید کار کنن که توپ رو بسیار در اختیار داشته باشند. نه ما وقتی که آمارها رو وای کردیم در همون ساحه‌هایی که عامل‌هایی که ما خوبتر است این توپ ربایی برتری داره توپ ربایی عکس الهجوم ها استفاده بردیم. بله درست از حرکت همین گناه هم بود. بسیار بازی زیبای ما بود که ما قدر ضربه ها زدیم. او ضربه هایی که به تیری دروازه برخوردند و به ستونی دروازه برخوردند و ما رنگ مانند اسپانیا بازی کردن نمیتونیم توپ رو اداره کردن نمیتونیم. مثل مانند برزیل بازی که ما باید بازی خودمون رو کنیم. همون ظرفیتایی که داریم هم رو باید استفاده بریم. چیزی رو شما دیگر کردنی هستید نسبت به بازی جام آسیا در جام جهان؟ در جام جهان دفاع 4-5 رو دفاع 4-5 رو برای که در همه بازی که ما مساوی کردیم یا باختیم همین جای از همه ضعیفی ما همین دفاع 4-5 بود. ما در همین سهم باید بسیارتر کار کنیم برای که همه دستایی که در جام جهان هستند پنجم بازیگر رو استفاده میبرن همه وقت. اما تو کدام درجه استفاده می‌کنیم پنجم بازیگر رو در حیث دسته خودمون؟ امکانیت نه برای که همه وقت ما در پیش بودیم. بله. اما در آخرین موردها همه چیز رو از دست دادیم. همه چیز رو نه به هر دم غلبه رو از دست دادیم. ما در همه بازی‌ها پیش بودیم. برای ما حجت هم به استفاده بردن بازیگر پنجم نشد. تشکر. بیاید دوستان گرامی باز یک دسته دیگر درباره‌اش من می‌خوام شما معلومات بیشتر داشته باشید. مراکش. این مراکش دسته هست که ما درباره یک بازیش با پرتغالیا گفتیم. دسته هست که یک مرتبه از همه نتیجه کلانترینش با سومالی است 16-0 غلبه کرده است و از مصر با حساب 7-0 نیز شکست خورده است. خوب بلاروس این دسته رو 4-1 مغلوب نموده است. یعنی اگر هم تو نظر کنیم نتیجه های بهترینش این البته چمپیون افریقایی است. 2016 2020 2024 سه مرتبه عنوان چمپیون افریقا رو دارد. این چون در بین کشورهای عرب در این مسابقه هم سال 2021 22 23 پای در پای عنوان چمپیونی رو به دست آورده است. یک مسابقه دیگر که با نام کانفدریشن کاپ معلومات بررسی میشد جام کنفدراسیا اونجا هم یک مدال طلا دارد در سال 2022. یعنی دسته آسان نیست. من با بازی‌های این دسته هم خیلی توجه کردم. در حقیقت یک دسته که با صورتی بلند بازی میکند و از خود با اسلوبی خاصی فنی دیگر دسته ها رو مغلوب میکند. اما ما امکانات داریم که در مقابل مراکو اقلا یک امتیاز بگیریم. خب درباره پرتغال ما دیگر صحبت نمی‌کنیم چون که این دسته چه شما گفتید پرقوت است. با فکر من مراکو در همین گروه ما اصلا پرخواد مراکو است. بله. برای که بازی که مراکو میکنه بازی رفیقانه هم بازی مراکو با آرژانتین و با برزیل. آرژانتین رو با حساب 7-0 بریدگی بود.
بله. برزیل رو با فکر کنم 3-2 3-1 بازی هم بردیم. فقط با برزیل بازی نکردن، با آرژانتین، با پرتغال، با اسپانیا، با دستاوی از آن بهترین دنیا. ماه دکتر در ازبکستان با دست ازبکستان بازی کرده بودن. بله، یا بازی با دست منتخب ازبکستان هم داره. ما اون دست رو هم اون بازی رو هم در یاد داریم. بازی با مراکش ازبک‌ها هم این بازی خیلی خوب شدن اما مغلوب شدن. ازبکستان هم بازی یک خیلی بازیش دیگر شده است. دیگر خیلی بازی میکنه ازبکستان. مربی اسپانیا است. خوب میخوام با مانند اسپانیا بازی کنن. افغانستان هم خیلی دسته خوب است. افغانستان میدونم که ماه ایون با فکرم با دولت تایوان میره در یک مسابقه اشتراک میکنند. بعد اول ایول در چین یک مسابقه دیگر در اونجا اشتراک میکنن. فقط تنها در مسابقه اشتراک کرده ایستادن دسته افغانستان. خیلی آمادگی خوب میگیرن. ما مثلا 6 بازی کرده بودیم در پیش از جام جهانی. اونها قریب 20 بازی کرده بودن. بازی سنجشی 17 تا یا 20 تا بازی کرده است. بازی با دسته و در همین مسابقه‌ای که میگذارن با این تیم‌های منتخب بسیارتر اشتراک کردن لازم است. خوب برای سوال دیگر، در ترکیب هیئت مربیان شما همه چیز بسنده است، کافی است؟ نه بسنده نیست و ما با آمادگی با جام جهان یک مربی دروازه‌بان رو دعوت میکنیم حتما. ما از روی امکانیت‌هایی که داریم فعالیت میکنیم. ما نمیتونیم با اونان دسته مراکش که 40 نفر هستن در دلیگاتشون ما نمیتونیم. ما 14 نفر بازیگر و 22 نفر استادی مربیان و 8 نفر در مجموع 8 نفر استادی مربیان باشد که در اونجا یک مربی دروازه‌بان میگیریم و یک مخزگر باید حتما باشد. باز یک سوال دیگر، بسیاری کارشناسان هم فوتبال کلان و هم فوتزال بر اون عقیدند که روحشناس حتما در دسته باید باشد. شما چی نظر دارید؟ روحشناس من در اون دسته روحشناس ندیدم در فوتبال. نمیدونم. مثلا اونی که مثلا هم تشویق میکند، هم فوتبال بازی رو با وجد میره، هم فوتبال بازی رو از نگاه روانی پرقوت میکند. мотивация برای بازیگران، мотивация بهترین برای بازیگران ما با فکر من این мотивация مولوی است. حتما باید باشد. мотивация مولوی. بله فهمیدم. ما فقط با بالگویی تو زوری تو میتونی اگر تمرین نکنیم آمادگی نگیریم هیچی است. برای جام آسیا من فکر میکنم که برای شما هم برای мотивация شما هم خیلی شرکت ها برخواستند با بچه ها کمک کردن. خوب این هر مهنت رو پاداش در آخر باید باشد. اینو من خوب میفهمم. همین چیز بود کو؟ همین چیز بهترین است. وقتی که بازیگر میداند که مهنت میکند، زحمت میکند، ما گمان نمی‌کنم که وقتی که ما مثلا با افغانستان بازی کردیم با ژاپن یک نفر بازیگر استاد مربی در فکری مبلغ و پاداش بودن. اما برای وطن، برای ملت، برای دولت بازی میکنه. لیکن وقتی که به یک نتیجه نویل میشوی، دستاورد میبری و هوسمند میکنن، بهترین چیز است. мотивация بهترین همین است. بسیار چیز خوبه رو شما گفتید. من فکر میکنم که اگر شما در جام جهان جای اورو جام جهان رو به تاجیکستان آورید، هم صاحب سمالیات میشوند. چی گفتید؟ مسئله پسیخولوگ نه در دسته ازبکستان است، نه قزاقستان، نه افغانستان هم ندارم پسیخولوگ. مثلا نمیدونم پسیخولوگ ممکن همون خودی سرمربی یا مربی یاردمچی اون مربی تحلیلگر همون پسیخولوگ است. دوستان گرامی، در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو که محض به دسته منتخب تاجیکستان و قرعه کشی جام جهان که این بازی ها در ازبکستان میگذارند بخشیده شد خاتمه میبخشیم. خیر تا بازدید، باقی صحتمند و پیروز باشید و خود رو احتیاط نمایید.